صدای اذان در معزنهای شهر پیچید و مردی از سلاله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تبر در دست، خشم موسی در سر، مهر عیسی در قلب، تقوای علی در سینه و با عزم و صلابت حسینی آمده است تا همراه اصحاب عاشورای حضرت روح الله و دانش آموختگان دانشگاه حسین حماسه دیگر بیافریند و بشارت جاء الحق و زهق الباطل را فریاد نماید. اینک ماییم و جبهه های متعدد گشوده در برابر انقلاب در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی و این راه بصیرت و هوشیاری آمادگی می‌طلبد. اینک ماییم و راه ناتمام شهیدانمان، اینک ماییم و حماسه عاشورا و راه کربلا و اربعین حسینی. ای سجاده نشین لحظه های عبادت، ای حسین دستی برار و سینه های من را عاشورایی کن که نام تو مستی فضای دقایق عزای ماست. ای معمار اشک و حماسه، برگ دفتر عشق و شهادت کربلا را ورق میزنیم تا تجلی حماسه روح و روان من گردد و تا از بیعتت در دشت گونه های من اشک شوق بکاریم. سلام و تحیت خدا به شما ملت بزرگ ایران. بینندگان عزیز و ارجمند و رزمندگان حاضر در مراسم ویژه برنامه سان و رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 دعوت میکنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر روحانی از محضرشون مستفیض و بهره‌مند شوید.